من ба онҳо бовар надорам. ин ҷумлаест ки имрӯз аз забони аксар занон садо медиҳад. ҳарчанд дар нахустин нишасти матбуотии худ дар Кобул 2 рӯз баъди ишғол шудани Кобул ин гурӯҳи ҷангӣ гуфт занон ба кору таҳсили худ идома хоҳанд дод. زودتر ادارات دولتی بیشتر فعال خواهد شد. تمام کارمندان خواهد آمدن با شمول اوناست ان شاء الله بخش‌های مختلفی که برایشان تعیین است یا قوانین اسلام و شریعت اجازه میده در اونجا فعال خواهد بودن. ما شما شاهد هستیم در بخش طبابت، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش پلیس، در بخش سالمندوالی، در بخش‌های مختلف جامعه خانم‌ها نیاز است، ضرورت جامعه است برایشان تنظیم خواهد. ولی بسیار زنان در افغانستان از زمان حکمرانی طالبان در سالهای 1996-2001 خاطره‌های دیگر دارند. کار و تحصیل من بود، زنان را برای روابط عاشقانه تا مرگ سنگزنی می‌کردند و همه‌شان وظیفه‌دار بودند که برقع لباس سراپا بسته بپوشند و تنها گروه خرد آنها روز 17 اوگوست آماده شد به خیابان برآمده آشکارا اعتراض خود را به آمدن طالبان بیان کنند. به حیث یک زن افغان من به آنها باور ندارم، چون که در گذشته ما دیدیم که آنها به وعده‌های خود وفا نکردند. اگر آنها خواستاری حمایت حقوق زنان باشند، آنها پیش راه تحصیل دخترها را در دانشگاه هرات نمی‌گرفتند. آنها پیش راه کارگر زنان بانک عزیزی را در قندهار نمی‌گرفتند. مرزیه بابکرخیل زمان دادرس بود. آنها 2 دفعه می‌خواستند مرا در افغانستان و پاکستان بکشند. به همین سبب من همه را کشور، عائله، کار و موقع همه را در این زندگی پرتافته رفتم. ما می‌دانیم که طالبان چیستند. ما آنها را می‌شناسیم. حقیقت روی آب است. وعده‌هایشان حقیقت ندارد و به زودی می‌بینیم که چی می‌کنند. من به آنها باور ندارم. مردم افغانستان هیچگاه به آنها باور نمی‌کنند. لیزا کریمی، یک خبرنگاری روس زبان همکاری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در شهر کابل است. ترس و نگرانی به خصوص در میان ژورنالیستان زن خیلی زیاد است. من خبرنگاران زیادی را دیدم که از آینده خود نگران هستند. آنها میگویند که واقعا هم نمیدانند چی بکنند. آنها میگویند که باید از کشور بیرون روند، چون که به طالبان باور ندارند. فضایی که اینجا حکمران است به نهایت ترسناک می باشد. زکیه خدادادی ورزشگری بخش تایکواندو است. او تا چند روزی پیش آرزو داشت که افغانستان را در بازی‌های پارالیمپی توکیو نمایندگی کند. من از شما خواهش میکنم، من که یک زن افغان هستم و به نمایندگی از زنان افغانستان نیت و قصد من این است که در بازی المپیک شرکت کنم. پس دست مرا بگیرید و مرا کمک کنید. من خواهش میکنم از شما و از تمام زنان جهان، از مدافع زنان، از تمام سازمان ملل که نذارن حق یک شهروند افغان در بخش معلولین، در بخشی که خود از همین که ما خود از این وضعیت رشد دادیم، در این وضعیت رساندیم، گپی کمی نیست، بسیار سختی کشیدیم. پس من تلاش من نمیخوایم به نتیجه باشه، برای ما کمک کنید. ولی کمیته بین المللی پارالیمپی روز 18 اوگوست گفت خدادادی نمیتواند در بازی ها رقابت کند، چون هیچ یک هواپیمای تجارتی از کابل پرواز نمی کند.